در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند، راوی حدیث حضرت ابو هریره است، راوی امت اسلامی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لا یلقی لها بالا یرفع الله بها درجات. گفت انسان یک سخن میگوید که در او رضای خدا است، یک کلمه میگه که باعث خشنودی پروردگار میشود، به همون سخنش هیچ اعتنا نمیکنه، پروا نمیکنه، خیلی گفتم ده خداوند شایسته همین سخن است، در صورتی که خداوند به واسطه همون کلمه گفتگیش درجه های او را بالا میکنه، نزد خدا محبوب میشود. و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جهنم. و با درستی که انسان یک سخن میگوید، یک کلمه به زبان میراند که در او خشم غضب خدا نهفته است، گپ ناجا است، گپ ناشایسته است، اعتبارش نمیته، اعتنا نمیکنه، در صورتی که به سبب گفتن همون کلمه خداوند این بنده را در دوزخ میاندازه. اکثر کفر زبانی است برادرای عزیز، کفری که به زبان گفته می شود. بسیاری مردم نفهمیده و ندانسته، بعضیا شاید دانسته از بس که کافر واقعی هستند، سخنهای کفر به زبان میرونند، یک سخن به زبان میرونند که به همون سخن گفتگیشو الکی کافر میشوند، از اسلام خارج میشوند. و اگر خدای نکرده کسی بگش که بدبخت کافر شدی از نو کلمت عرضه که دماغش میسوزه. یه مردم حکم شریعت یگان دوملا یگان عالم از پیش خود کرده نمیتونه. این احکام خدا و پیغمبر خدا تعیین کردیان، حلال و حرام معین کردیان، الفاظ کفر معین کردگیان. وقتی که تو او سخن کفر گفتی، آخی تر خدا و پیغمبر وقتی حکم به کفر کردن، چرا از گوینده ملال میشوی؟ چرا از واعظ از عالم ملال میشوی؟ از خودت ملال شو ای جاهل. مادام چیزی را نمیدونیم بهترش به زبان نرانیم تا زمانی که نفهمیدیم، تا زمانی که درک نکردیم که همین فایده داره یا منفعت فایده دارد یا زیان و ضرر. زبان بریده به کنج نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. صم کر میگن، بکم گنگه. اگر کرگنگ در یک گوشه نشسته باشی بهتر از آن است که زبان در حکمت نباشه و هر سفسطه از زبان تو خارج شدن بگیره. شیخ سعدی روایت میکند یک مرد میگه خونش دست زد، مال متاعش همش بردن. فرزنداش نزدش خان گفت بچه ها التماس ای زبان تو با نبروید در پیش مردم بره شکایت کرده که خانه مون دست زده است و متاع زیایی ما را برده است. یک پسرش گفت چرا ای پدر، آخه چی ممانعت است با مردم بگیم چی زیان داره؟ گفت هاز یک بلا ای، اگر با مردم که گفته دو بلا می شود. اگر هازی نقصان مال باشه با مردم که گفته با شماتت دشمنا و شماتت همسایه می شود. الحال نقصان مایه است، بعدا هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه می شود. ببینه مگوی اندوهی خیش با دشمنان که لا حول گویند شادی کنان. غم اندوه تا میگه هیچ وقت با پیش دشمن نگو. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه و دیلش هم خرسندی از که هرچی مولاش دست دیدن، هرچی به بلا گرفتار شد. از همین خاطر من به پدرای محترم مراجعت میکنم. متاسفانه پدرای ما، برادرای بزرگی ما، عمکا و تقوهای ما در هر جایی که بشینن با شکایت میکنن ای فرزنداشو، شکایت میکنن ای خانگیاشو، خیال میکنن که خیلی دلی مردم میسوزه. اگر همون شخصی که با او شکایت میکنی دوست رفیقت باشه بیچاره محزون اندوهگین میشه برای تو، اشتهاش میگریزه، خوابش میپره، تو در حق همون دوست جور میکنی. اما اگر دشمنت باشه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه، وقتش خش میشه، حالت های بد میگه در دلش.
جهنمرگ حال طیب بد. از همین خاطر نگی نمیگه پورا. ببینه همین مسجد اصلا جای شکایت، جای گیله و جنگیله نیست. افسوس و صد افسوس که تا حالی ما خیال میکنیم که یگان خانقاه های، کلوب های، یگان چایخانه های، گپخری میویم، گپگویی میویم. مسجد جای خیلی سخنان نیست. اگر ذکر کردن نمیتونی لااقل خاموش باش، انشالله اجر ثواب میگیری. همون خاموشی برای تو خیلی مرتبه و خیلی منزله داره. از اسلم روایت میکند امام ترمذی که روز حضرت عمر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق در اومد، دید که حضرت زبانش کشیده برو ورده است میپوچه. گفت مه غفر الله لک، این کار نکه. گفت یا صدیق خداوند مغفرتت کنه. آی بیچاره زبان تو چی قدر میپوچی؟ این زبان ذکر میگه، این زبان لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. تو نخواهی زبانی بیچاره را پوچی و زجرش کنی؟ امو مسئول این پگه همون زبان بلاد با شکایت نکنه. حضرت صدیق گفت این هذا اوردنی شر الموارد. همین خونه سوخته زبان گفت در بدترین حالت ها می اندازم. هر وقت یگان خجالت دیدم از روی همین زبان میبینم. هر وقت در پیش یگان کس خجل شرمسار شدم از روی همین زبان میشم. صدیق با او حلیمیش، با او مهربانیش، با او بزرگی از دست زبان شکایت کرده و زبان میپوچه. ما این خونه سوخته را در پشتی دندانا بجا میکنیم، در وقت لازمی خاموشیم، وقتی که لازم نیست بعد لق نمیدرویم. زبان اگر اداره نکنیم وای به حال ما. در حدیث اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان ابغض الناس الی و ابعدهم منی مجلسا یوم القیامه اسوأهم اخلاقا و ثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. گفت از همه منفورترین شما نزدی من. این من ابغضکم الی، بدترین منفورترین شما نزدی من. و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه، و دورترین شما فردا روز قیامت از نزدی من. سه طایفه مردمان، چهار طایفه. یکم اسوأکم اخلاقا، کسایی که اخلاقی بد دارن، خلق اخلاقی بد اخلاق هستند. دوم ثرثارون، لقیها. سوم متشدقون، کسایی که بسیار پردبدبه کلام میکنن، سخنهای ساخته میگن، همون سخنی را میگن که اصلا اوخ زیبنده نیست. هر که بخدش یک جای داره، یک مکان داره. از برای خدا دو کلمه را از یاد کنی و بعد همون را دائم بشینی و بخیزی بگوی، همون از روی عقل فراست است. نه. والمتفیهقون یعنی که متکبرون. همین طایفه ها بدترین شما در نزد من هستند و فردا روز قیامت از روی منزلت مکان از همه دورترین هستند. از حضرت پرسیدن که مردم به چه سبب از همه بیشتر داخل دوزخ میشوند؟ گفت به سبب دهن و به سبب فرج. به همین دو سبب از همه بیشتر مردم داخل دوزخ فم و فرج میکنه، دهن و فرج. از همون خاطر اگر ما آداب سوال یاد بگیریم، آداب کلام یاد بگیریم، سخن گفتن بو آموزیم، انشالله این به فایده و منفعت ماست. نه که اگر یاد نگرفتیم وای به حال ما. بهترش خاموش باشیم. خاموشی در اون صورت برای ما اولاتر از گفتار است. شیخ ابو عمرو ابن مطر روایت میکند که روز به مجلس ابو عثمان حیری، شیخ بزرگی متصوف، داخل شدم. حضرت میگه در هم جاش برمد نشست، مردم همه منتظر که یک کی گپ میزده باشه. استاد مردم حوصله‌شو سر رفت. یک نفرش گفت یا ابو عثمان ترى ان تقول فی سکوتک شیئا. ای ابو عثمان، گفت تو میخواهی بگویی که همین سکوتی تو یگون معنی داره؟ تو به همین یگون چی ما را تعلیم دادنی؟ در جواب میگه یک شعری را گفت و غیر التقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی و طبیب مریض. شخصی که خودش تقوا نداره و مردم دیگر را به تقوا دعوت میکنه، این مسئله این طبیب را میمونه که خودش بیمار است، دعوای طبابت دیگران را میکنه. این مسئله کلی را میمونه که سری خودش طبابت کردن نمیتونه و دعوای طبابت کلهای دیگر را داره.
فارتفعت الاصوات بالبکاء والضجیج. در همین حالت میگه گریه و ناله بسیار بلند شد در جامعه. ببینه اگر به شرط همون که خاموش نمی ایستاد، سوالش نمی کردن، جواب نمی داد، این قدر در مردم تأثیر نداشت. حضرت مولوی میگه ای خاموشی مغزی منی، پرده آن نغزی منی، کمتری فضل خاموشی کش نبود خوف و رجا. ای خاموشی تو مغزی منی، میگه زیرا تو پرده نغزی من، پرده خدای منی. بهترین کمترین فضیلت خاموشی ای است که نه ترس داری و نه امید. یک گپ میگوی با تلخ میشه، اوه بچه چی میگفته باشن، عاقبتش چی میشیده باشه، یا یگون چی میداده باشن. اگه خاموش که ایستادی نه در دل دیگه خوف است نه رجا است. مردی سخن را چی خبر، از خاموشی همچه شکر، خشک چی داند چی بود، ترلللا ترلللا. آدمی سخنگو میگه چی میدونه که این خاموشی چی لذت داره. خشک ای نهرهای پر آب شیرین و گوارا چی خبر داره میگه. اما همه ای در صورتی هست که تو گپی خوب نداشته باشی، سخنی نیک نداشته باشی. اگر سخنی نیک داری، اگر مردم پند نصیحت کرده میتونی، در اون صورت اگر خاموش ایستادی گناهگار میشی. ایران فراموش نکنی. متاسفانه بعضی شیخای داریم که در مجلس میان میشینن 2 ساعت خاموش، یک کس هم جرأت نمیکنه بیچاره را یا سوال بده، نه میگه یا سوال بده که مریدا ای هر سمه پسوننش هو بی ادبی نکنی. بعد میخیزه میره و نه یگان کس از علمش فایده و منفعت حاصل میکنه، نه خودش یک فایده و ثواب میگیره به گفتنش مثلا علمی که داره به دیگرو به تعلیم دادن. این درست نیست. هر کسی علم پنهان میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است فردا روز قیامت او را لجام آتشین میزنن، در دهنش لجام میزنن از علو. کسی را خدای تعالی علم و فضل داده است حتما باید به مردم برسونه، اگر نرسون گناهگاره. به قرینه آیه قرآن استعیذ